من تو یه روز 2 تا حساب کال کردم. تو کمتر از 10 دقیقه یه حساب دیگه شارژ کردم، از صرافی رفتم تتر خریدم، سریع زدم به بروکر و معامله رو اونجا دیگه برعکس زدم که اونو جبران کنم و اصلا برم حتی سودم بکنم و تو کمتر از نیم ساعت همون هم لیکوید شد و من 2 تا حسابو تو 1 ساعت از دست دادم. اگر 100% حسابت 50%ش ضرر بشه و تو بخوای انتقام بگیری، باید حسابت رو 100% رشد بدی که سر به سر بشی. این روش درستی برای جبران ضرر نیست. شاید لازم باشه 1-2 بار تو اون حس انتقام رو پیاده بکنی تا اون چکه رو از بازار بخوری که بفهمی که انتقام چقدر میتونه بد باشه تو این بازار. تو باید یه لوزر برنده باشی. خیلی قشنگ. یعنی من بازنده ام در لحظه مارکت ولی برنده ام.